باتری که هیچ جوره نمیخواد از این پهپاد خارج بشه. بریم ببینیم داستان چیه. یه آواتا 2 که از ارتفاع 40-50 متری سقوط کرده و مستقیم افتاده داخل گل و خاک. پرنده رو تمیز کرده بودن و بعد فهمیده بودن که مشکل اصلی اینه که باتری قفل شده و بیرون نمیاد. حالا جدا از این بحث باتری، خوشبختانه پرنده مشکل جدی نداشت، فقط یه ترک در بدنه افتاده که اونم براشون درست میکنیم. قاب بالا رو باز کردیم، بورد جی پی اس رو خارج کردیم و اینجا میتونیم به باتری دسترسی داشته باشیم. من از یه دونه ملخ شکسته فانتوم 4 استفاده کردم برای تکون دادن باتری. این ملخ‌ها با وجود اینکه شکستن هنوزم کاربرد خودشونو دارن. میتونیم به عنوان قاب باز کن ازشون استفاده کنیم. خب با تکون دادن باتری از داخل تونستیم باتری رو خارج کنیم و برای اطمینان چند بارم دوباره تست کردیم و پرنده رو براشون بستیم. پیشنهاد میکنم برای پرنده های خودتون حتما از کاور و ضربه‌گیر استفاده کنید تا در موقع کرش کمترین آسیب به پرنده‌تون وارد بشه. مرسی که همراه من بودین. روزگارتون بخیر.